دوستان عزیز 19 یونی سال 2025 قرار داریم در زمین‌های لالمی چورباغ و نوار میگیرم از پلاک خربوزه لالمی. حوزه حیران نشوید که در زمین لالمی یعنی که به آب. زباندان ها با ما گویند یک آدم لالمی نه یلمی گفت. زباندان ها التماس گوید که لالمی میشود یا یلمی، چون که من در لغت گفته برآوردم لالمی میشود از یلمی نه. این حال حاضر ما در زمین های به آب و نشونامای خربوزه رو بینید. بالاش تربوز است، اینجا خربوزه است. هرچند که خربوزه تنو کرده شدگی بود، تخم جمع شد، خیلی هر گونه سبب هاشلگی بود. و بینید چقدر نشونامای خوب دارد. ما این رو حکم رو گفتم که برادرم رو که توقع کن، توقع نکرد، خوشش نامد. و اینا دید با یک دیگری پیچیدگی چقدر غوص برآمدگی. حاضر ما خربوزه میکوبیم. که در درونش خربوزه میوه یا نه. انا اینجا یک تبگونم حاصل دیدم من در زیر درخت. انا که خربوزهش حاصل داده است. اینه بو این 10 روز پس باور کنید یک وجب میگذارد. انا بو خربوزه کلان انا اینش ترپیده باشد. اینجا یک چند نمو تخم ارالش کرده کوریدگی. خیلی دهقان ده، دهقانی چشتگی. اینجا ایلمناک نگی و دهقانی چشتگی. خلاصی گپ درون داخل همین پور از خربوزه بچه است. پوری گل است. خیلی همین خدا کند و بند دادن اینجا هم پوری خربوزه شود. بعد من به شما 10-15 روز پس اومده خربوزه لالمی یعنی که به آب رو نشون دهم. بسیاری ها با هم چی سوال میتونن که به آب میشد اسمی. ولی بینید به آب چقدر نشونما دارد. آب رو در عمرش این آبی دستی رو ندید، از همون آب زمستون است در اینجا تمام. بالاش هم خربوزه هست. اون طرفش موبین تربوز است. این طرف خلی مونده است. همین طرف چپر همه تخمه در اینجا جمع کرده است. آینده دستی کوریدن در کار و تشچه زده شنوندن در کار. بعد به ترتیب می درآید. خیلی از خطاگیش برادر ما خطاگیش رو اصلاح میکند. هم جرایم کنی همون تربوز رو ببینید چقدر نشونامای خوب دارد. درون عزیز من آمدیم پیشی تربوز ها. بینوهت تربوز نشونامای خوب دارد. این برگ ببینید. زمینش چنون نرم است که زمین میمونید گویا بالای کرپچه پختگی یا بالای مچالکا پوچه مونده شده. اینا ببینید اینجا جمع شده است. از اینجا قطار برآمده شدن اکنون و گلکنی سر میکند. اینا ببینید انا اینجا پلاکی زور میشد نکی. انا از اینجا خدا خواهد تربوز رو نصیب باشد موشی ما برادر ما جمع میکند. بالا باز خربوزه هست. با میریم بالا خربوزه رو میبینیم. حاضر تربوز رو دیدیم. زمین رو من به شما نشون دهم. ها چی است این زمین رو ببینید. اینو ببینید نه دستقطی زمین رو میکوبید. در کجای خیلی زمین میومد. این همش نتیجه مهنت است. آب رو از زمستان از تیرما شده جمع میکنید. و این بهار خیلی بهار اومد. بهار بی آب اومد. انا در زمین های بی آب انا خیلی مهنت کرده تربوز میکنیم. خدا خواهد اعلان میکنیم کدام تربوز لالمی خوردنی هست خریداری میکند نصیب باشد. حاضر اکن فقط ما باید این رو از ملخ ایمن داریم، چون که ملخ هجوم کرده ایستاده است. اگر از ملخ ایمن داریم این رو این پوچه من قوطی درفت است در این زمین. از ملخ ایمن داریم این تربوز رو بهترین می شود. اینو ببینید همین پر می شود. بعد از 10 روز همین سیاهی زمین نمیتوبد. البته همش هم سبز می شود. کنی بالا رو پیش خربوزه رویم. هم درون عزیز این خربوزه ها هم ببینید خیلی نشونامای بهترین کرده استادن. همینش ببینیم که درونش چی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط گل خلی دارد. ولی خربوزه چه دارد ببینید. بعد از 10 روز من اینجا خربوزهای کلان نشون میدم. و شما خدا خواهد نصیب باشد.
انا همداران عزیز با همراهی من راحت کردم. شما نمیدونم من حالی نوار کرده راحت کردم. این خربزه ها رو بینید علاقه دوش از 1 متر کلانش از 1 2 3 4 5 6 تا دو دارد و خربزه چه دارد. انا خربزه چش دید. انا همداران عزیز خدا کند و من با شما تصدیق کنم که در زمین بی آب خربزه و تربوز می شود. بعد شما جای رو انتخاب نموده و مانند ما می کارید. اینجا آب که ندارد مهنتش کمتر است. اونجا رو میکنیم اونجا با قوت تر دست با. انا اینجا با قوت است. زمین چنان نرم است که نبینید پایم رو من میمونم پایم داخل زمین شده است. دیدید و گفته که در وقت همین کوریدن سنجه همه پرتوفتید سنجه در همین زمین غوطیده میرفت. انا اونجا کپا کرده است برای پاسبانی اکایمان شاوروز خواب است. اینجا این دشت های بیابانی بی آب دلانه هایی که در بی آبی می شوند. آب نیست جر هست همش. کمی نیم جر رفتیم در همونجا کاریدیم و باز میبینیم که خربوزه داره دنیا. انا خربوزش سوده است. خربوزش سوده است. دیدید انا بودنجش سوده است. بهترین حاضرش ده. همداران عزیز نوار رو از پلاکی تربوز و خربوزه ها جمع بست میکنیم. دعا کنید که همین پلاک مایگان آفت نزند و نتیجه های خوب تیاده با شما نشان تیم شما راحت کنید. اگر همین نوار معقول باشد یک لایک مونید. لایک رو پول نمیدید برای لایک. همونجا یک نایزه هست همون نایزه رو یک جقید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.